اول مهر اومد و مشکلاتش، امان از این دروغ و شایعاتش. یه عده دنبالن مجازی بشن، گوشی به دست به فکر بازی بشن. زمان ما مدرسه اینجور نبود، ناخونامون بلند و ناجور نبود، معلما اکثرشون کنفوکار، حرف میزدی میچسبیدی به دیوار، رو کله گلپسرا مو نبود، بچه به فکر خط ابرو نبود. اون زمان سرویسای خاص نبود، خانواده این همه حساس نبود. اول صبح با یه مگس کش ناز بچه تا مدرسه میخونده شاباس. اون موقع ها اسمای تناز نبود، تو مدرسه آربین و آیناز نبود. بچه هامون همه رضا و محمد. نمره هامون همیشه 100 بود از 100. تو مدرسه همیشه کیک و شیر بود، ساندویچ بچه هامون پنیر بود. مثل الان چاشت غذایی نبود، این همه ظرفای ادایی نبود. شهریه واسه مدرسه نداشتیم، خرج روی دست بابامون نذاشتیم. یه چند تا دفتر و مداد و پاکن، نه مثل حالا لبوب و آیفون. شنبه تا پنجشنبه فقط کلاس بود، یه روز نمیرم